خب بچه ها سلام، من ایلتایم و قرار امروز بهتون درباره ربات تپ سواب صحبت کنیم. این ربات مثل همستر بعد از نات کوین اومد و میگن که ربات خیلی خوبیه و از ربات نات کوین هم بهتره. همینجور که ببینید شما تو این ربات باید سکه جمع کنید، مثل همستر نیست، کارت نداره، فقط میشه از چند تا راه سکه جمع کرد. اولین راه کلیک کردن که اولین راه هستش. دومین و بیناهای تا جای امکان میتونید برید این کار انجام بدید و قرار 3 تا راه بهتون پیشنهاد بدم که یکیش تا همیشه میتونید ازش استفاده کنید تا وقتی که ربات بسته نشه تا اون موقع، ولی 2 تا هستش که نمیشه استفاده کرد. یکیش قسمت تسکه که امروزا فقط داره، چند هفته پیش اینا داره، فکر کنم 1 ماه پیش اینا داره این کار رو انجام میده، یعنی احتمال هم بچه ها داره که دیگه بعد از این مدتی نذاره، برای همین نمیشه به این گفت همیشگیه. و در قسمت دوم چیزی که میاد فرند هستش. در قسمت کوستا اگر شما برید سمت قسمت همینجور که میبینید اینجا اینوایت فرند، که شما تا اگر بیاید و 100,000 نفر اینوایت کنید به شما 100 میلیون سکه تعلق میگیره، که به نظر من کار آنچنان منطقی نیستش و یکی از بهترین راه ها همینجور که میبینید گرفتن این هستش که شما میاید توی یوتیوب واچ رو میزنید، بعد یوتیوب رو میبندید، میایید داخل و کد باید برای این کد بزنید. حالا کد رو مثلا بعضیا میزنن همون موقع میزنن و جواب نمیده، دلیل داره. دلیلش هم اینه که ببینید کد رو همون موقع که شما مثلا کد اومدید زدید، خب همون موقع کار نمیکنن، که باید 10 الی 20 دقیقه وایسید تا تازه بتونید کد رو بزنید. یعنی حتی 1 ساعت هم وایسید اشکال نداره، ولی شما همون 1 دقیقه نشده، 20 دقیقه اینا نشده نمیتونید بزنید کد. اینو اینجوریه و کدا رو بچه سعی میکنم من هر روز بعد از اینکه 4-5 تا کد مثلا گذاشته شد اینا بیام 4-5 تا کد اینا گذاشته شد بیام من هم بذارم. خب اینجا گفته واچ ویدیو، انگار باید توی یه جای دیگه است که باید واچش کنیم. خب اینو ول کن. خیلی خوب. بله و مرسی که تا اینجا یه ویدیو با من بودید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.